تو زندگی توی شرایط سخت 3 گروه از آدما هستن که هیچ وقت آدم نباید فراموششون کنه. گروه اول آدمایی هستن که تو شرایط سخت و دشوار کمکت کردن. گروه دوم آدمایی هستن که تو شرایط سخت و دشوار قرارت دادن و گروه سوم آدمایی هستن که تو شرایط سخت و دشوار رهات کردن. از آدمایی که کمکت میکنن و فراموش نکن. آدمایی که تو شرایط سخت و دشوار قرارت میدن و فراموش نکن. آدمایی که تو شرایط سخت و دشوار رهات میکنن و هیچ وقت فراموش